إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله. یکی از موضوعهایی که یکی از عیدهای مسلمان ها این عید قربانی هست، عید اضحیه‌اش میگن. در این باره کمی صحبت میکنیم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از نفس خودشون قربانی کردن و از امت هاشون کردن و از آل بیتشون کردن. این بسیار چیز اهمیتی بود در نزد شریعت غرا. با همین سبب پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از خودشون تنها نه بلکه از اهل عائلهشون و از امت هاشون کردن. به همین سبب علما در این باره کتاب نوشتند، کتاب الاضحیه‌اش میگن. اضحیه واجب هست. اضحیه واجب هست چون از به دلیل های امری و بگیم که به امر ثابت شده هست در حدیث های صحیح که این نزد به حنیفه و محمد و زفر و حسن و یک از روایت های ابو یوسف همین است برای وجوب بدنش. و اقل بعضی علما اونو به سنت مؤکده گفتن، یعنی که سنت مؤکده در نزد اونها هم حکم واجبی را دارد. اضحیه چیه میگن؟ اضحیه نامی همون چیزی که قربانی کرده میشه به همون. و در اصطلاح شریعت اون چیزی که ذبح میشود از چاروا در روز عید قربان تا روزهای ایام تشریق میگن. روز عید قربان با 3 روز دیگه انسان فرصت دارد که قربانی کند. حکمت از همین اضحیه بگیم قربانی، حکمتی بگیم که همین مشروعیتش و یکم این صحبت کنیم که اجماع هست. اهل سنت اجماع هستن 4 مذهب و بگیم دیگر مذهب هایی که غیر 4 مذهب هستن که این مشروع هست و فضیلتی دارد. که از حکمت مشروعیت همین این است که شکر کردن به نعمت های الله. دوم زنده کردن سنت حضرت ابراهیم علیه السلام که حضرت اسماعیل قربانی میکردن و دیگر که سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که پیروی کردن و تقلید کردن به حضرت ابراهیم علیه السلام. و به سبب این میگه که علما میفرمایند که الله پاک به سبب همین قربانی وقتی که انسان قربانی میکند، یعنی که اضحیه میکند، الله پاک آفت ها و مصیبت هایی که بالا اون سر انسان هست و فضل کرمش برطرف میکند. چون که یک شکرگزاری وقتی که الله پاک میگه اگر شکر کرده شما را چی میکنم؟ نعمت و فضل من زیاد میکنم. اما کفر نکنید میگه. اینم یکی از شکر کردن همین هست. بعضی برادرها شرایط دارن خود اونها و دیگر که هست برادرهای دیگریشان اکا و دادرهای اونها هم شرایط دارن و پدری اونها هم شرایط دارد. اونها شرط نیست از یک پدری اون یک قربانی کند از همه اونها سوقی، چرا این خیلی نیست از قربانی کدام نفری که شرایط داره باید هر یک نفرها اونها بکنن خودشون. مثلا اینکه همون یک انسان شرایط داره اون باید قربانی کند، از اهل خانواده‌اش قربانی کند شرایط داشته باشن و اکا و دادرای اونها علاهیده باید قربانی کنند و پدر مادر اون علاهیده باید قربانی کند. این یکی از واجب‌های هست است که مردم این روز در این کوتاهی میکنن که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله از خودشون نکردن، تنها از امت‌هاشون کردن، حتی از خانواده‌شون کردن و از نفس خودشون این یکم بود مثلا کردنشون. این اهمیت بزرگی دارد، حکم واجبیت دارد. چرا اینقدر مردم امروز رفته در عید بگیم تا 1000-2000 دلار ها را از خود میکنن اما یک واجب زنده نمیکنن که این ضرورتر هست از اون دسترخوانی که میکنید، از اون بگیم پیشوازهایی که میگیریم مردم. این مهمتر است که از شریعت است و از عید هست و هر چیزی که صرف میکنید در عید این یک از ثوابهایی دارد که پیامبر مثلا جشن گرفتن. این عید قربان جشن گرفتنش و سپاسگزاری و راضیگی الله را به جای آوردنش همین قربانی هست. علما میفرمایند که عبادت بهترین در نزد الله که به مالش انسان عبادت میکند و بگیم که در الله صرف میکند این قربانی هست. بهترین عبادت همین هست که به مالش انسان صرف میکند در راه الله و اون خودش کرده میخرد. با انسانی که قربانی میکند خود اون نفر میتونه که از همون بخرد، خودش تناول کند و میتونه که به دیگرها بدهد، میتونه که مثلا که به همسایه تقسیم کند، هر چیزی که بخواد در حق اون گوشتی که قربانی کرده است میتونه تصرف کند. با بالای این نکرده راضیگی الله حاصل میکنه اون نفر. به همون خاطر برادرای محترم هر نفرهایی که شرایط دارن، هر مثلا که برادرهایی که اونها قدرتی کردن ندارن ای دست ندهن این فرصته. این حکم واجبی دارد. وقتی که حکم واجبی شه که وقتی که بفهمد اون نفر که با ترک کردنش گناهگار میشود، کم قول علمایی که گفتن که واجب نیست اونها سنت مؤکده گفتنش، اونها کمی به کم قول شافعی و محمد حنبل ده. امام طحاوی رحمه الله میفرماید که در قول ابو حنیفه و محمد و زفر و حسن و امام
امام ابو یوسف هم یکی از قولاش همین است که به وجوب بدن هش است. وقتی که وجوب که باشد به ترک کردن اون انسان گناهکار می شود. قربانی از نفر خودش میکند و اگر شرایط داشته باشه از اهل خانوادهش میکند و دیگر برادرهای خوردی و برادرهای کلان اون پدر مادر اون شرایط داشته باشن اونها از طرف خودشان قربانی کنند. باید نه اینکه یک پدری مثلا یک پدر اونها که قربانی کند از تمام فرزندان بچه‌هایی که شرایط دار و کلان هستن خانه‌هاشون علاهیده هست و از همه اونها سوقی چه این خیلی است. از این چی باید خبر باشیم که این حکم واجبیت دارد، على الاقل حکم سنت مؤکده دارد که سنت مؤکده دیگر مذهب حکم واجبی هستند، حکمشون به فرض نزدیک هستند و با ترک کردن این بگیم واجبی با این سنت مؤکده انسان تاریک سنت میشود و تاریک الواجب میشه، گناهکاری کلان میشود که این ترک ندهد. الله پاک همه ما شما را قوت این کار نصیب بگرداند و توفیق بدهد که به این سنت ها و این سخنان هایی که شنیدیم عمل کردن نصیب روزی بگرداند که این در یک سال یک بار می شود و گوشت همون بتونه که پره خودش استفاده کند. اگر بخواد به دیگر نفرها اگر ندهد حق دارد، اما سه تقسیم کردنش خوب است. مثلا اینکه میخواد که سه تقسیم کنه، یک تقسیمش ذخیره میکنه بماند، سه حصه میکنم گوسفندشه، یک قسمش ذخیره میماند در خونش میسد، یک قسمش همون روز عید طعام میکنه به مردم میدهد، یک قسم دیگهش همون گوشت بگیم نپخته همین خام یعنی که خام تلاش میگن به مردم تقسیم میکند. این طریقه مستحبیش است. اما یک نفر میخواد پوره خودش استفاده کنه حق دارد، برای یکم گناهی نیست است. اما طریق مستحب قد عمل کردن با خوب است که مثلا که دیگرها هم استفاده میکنن و هم خود اون نفر هم استفاده میکند، الحمدلله با خوب و اولا میشود. الله پاک با این واجب و این سنت مؤکده عمل کردن نصیب روزی همه ما شما را بگرداند و الله پاک به همه عید مبارک ما را برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.